نرگس حکیمووا یکی از بهترین طبیبان تاجیک در بخش درماتولوژی و کسمتولوژی روز 25 ایون در دوشنبه وفات کرد. او خیلی جوان از دنیا رفت. درباره مرگ نرگس دوگانه نزدیکش گلنورا نورالیوا در فیسبوک خبر داد. تشکر برای واکنش هایتان، ولی متاسفانه نرگس زیبا و عاقل ما را نجات دادن نتوانستیم. خدا رحمت کند و جایش جنت شود. دیگر نه بلون در کار است و نه کسلرود. دخترها، آفرین شما، هر کدام شما تمام کاری را که ممکن بود کردید. افسوس، صد افسوس. نوشته است گلنورا نورالیوا. نرگس حکیمووا در میهمانخانه تاجیکستان حجره کسمتولوژی داشت و زنان زیادی از پایتخت و بیرون از آن به او همچون یک متخصص ورزیده مراجعت میکردند. مرکز طبی و استتیکی ژاسمین در یک مرثیه پرسوز نرگس حکیمووا را بهترین دکتر درماتوکسمتولوژ و انسان و طبیب نامید که قسم هیپوکرات برایش حرف خشک و خالی نبود. درباره سبب مرگ نرگس حکیمووا چیزی گفته نشده است، ولی روز 24 ایون همگی یک روز قبل از وفات او دوگانش گلنورا نورالیوا به طور عاجل بالون پر از کسلرود میکوفت. چون این بالون ها حالا اساسا برای بیماران گرفتار کرونا ویروس استفاده میشوند. وزارت تندرستی تاجیکستان که از اول سال جاری در طول قریب نیم سال سرسختانه هر نوع حالت نو کرونا ویروس را در کشور رد میکرد، روز 21 ایون مجبور شد که موج نو این بیماری را اعتراف کند. از 21 ایون به این طرف این وزارت آشکار شدن 84 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس را اعتراف کرد، ولی موردهای نو هلاکت مردم از این ویروس قتال را همچنان رد میکند. این در حالی است که تنها در یک هفته اخیر از تاجیکستان درباره از کرونا ویروس جان باختن دست کم 3 شخصیت شناخته خبر رسیده است.